سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان تو این ویدیو میخوام در رابطه با شرایط واردات خودرو به مناطق آزاد و خرید و نحوه خرید خودرو از کشور گرجستان رو توضیح بدم خدمتتون. همراه ما باشید. ببین دوستان، الان برای خرید خودرو از گرجستان شما هم میتونین که خودتون تشریف بیارین گرجستان، که به نظر من چون خودروی کار کرده یه سری شرایط خاص داره، خودتون تشریف بیارین خیلی بهتره که به همراه ما تمام اون مسائل فنی و خودرو رو چک میکنید و اون خودرویی که واقعا دوست دارین و به دلتون میشینه رو اون خرید میکنین و حالا یا خودتون میبرین و یا اینکه میدین حمل میکنن. شرایط این که خودتون بخواید بیاین گرجستان و خودرو رو خودتون سوارشین ببرین، الان منطقه آزاد انزلی این امکان وجود داره که خودتون، یعنی این صحبت که من میکنم مال تاریخ 26/3/1405، الان امکانش هست که شما خودتون اینجا خودرو رو خرید کنین و ببرین تو گمرک و ثبت اموالش کنین و کارهای دیگهش انجام بدین. ولی مناطق دیگه هنوز آزاد نیست و باید شرکتی اقدام کنیم، یعنی خودرو را شرکتی براتون ارسال کنیم. و اینکه شما زمانی که میخواین خودرو رو با خودتون ببرین، حالا مثلا منطقه انزلی هم شما مثلا از مرز نوردوس که وارد جلفا میشین، اون قسمت عرس و جلفا تا منطقه انزلی ها باید خودرو حمل بشه، یعنی نمیتونین رانندگی کنین. و چیزی که نیازه که خودرو رو ببرین فقط گواهینامه بین‌المللی است و چیز خاص دیگه ای نیاز نداریم. در رابطه با اینکه هزینه ها و شرایطش چجوریه، ببینین هزینه های خرید خودرو تو گرجستان 0 تا 100 تمام کارا رو ما اینجا انجام میدیم. یعنی از زمانی که شما یه خودروی مد نظرتون هست و ما عکس و مشخصات و قیمت ارسال میکنیم خدمتتون، تا زمانی که کلا خودرو رو چکاپ کامل میکنیم از نظر سلامت و فک پلاک میشه. هزینه‌های چیزش کارشناسی رنگ و فنی و بدنه و مکانیکی اینا تو گرجستان هولوش 50-60 دلاره. البته خب چیزای حرفه‌ای تر هم هستن، کارشناسای حرفه‌ای تر هم هستن که هزینه هاشون بالاتره، ولی میانگینش 50-60 دلاره که به صورت عادی بخوایم کنترل کنین. و هزینه فک پلاک تو گرجستان هم هولوش 250 دلاره. حالا خودروها متفاوته و بعضیا کمتره و بعضیا بیشتره. و اون هزینه حملم معمولا از گرجستان تا ایران هولوش 1200 دلار میگن. حالا بستگی به مسیر داره و اون گمرک مقصد داره و این هزینه کمتر داره بیشتر هم داره. هزینه گمرک تو ایران هم نسبت به اون خودرویی که خرید میکنی قبلش تماس بگیرین گمرک، و نسبت به اون مثلا خودروهای هیبرید، برقی، بنزینی، نمیدونم گازوئیلی، کلا نسبت به اون مدلشون هزینه هاشون متفاوته و شما میتونین که از گمرک محلتون بپرسین. اگر سوال دیگه ای داشتین تو واتساپ ما میتونین سوال کنین.